خوش آمدید به پلتفرم migrantlife.bg. این پلتفرم ایجاد شده از جهت حمایت از پناهندگان و مهاجران در بلغارستان. ما در migrantlife.bg اطلاعات بروز و قابل درک برای تمامی افراد را داریم درباره موضوعات مختلف که این اطلاعات مربوط به حقوق و وظایف پناهندگان و مهاجران در بلغارستان میباشد. مقالات ما به 8 زبان ترجمه میشوند: بلغاری، انگلیسی، اوکراینی، روسیه، عربی، فارسی، پشتو و اردو به همراه ضبط صدا. بجز مقالات چیزهای دیگر نیز داریم. برنامه جامعه کاری ما بجز مقالات، اطلاعات تماس با دیگر مؤسسات خدمات اجتماعی در بلغارستان جهت معرفی بیمارستان‌ها، وکلا و مراکز آموزشی زبان و بسیار خدمات دیگر را نیز به صورت کامل در اختیار شما قرار می‌دهد. ولی اگر که باز هم چیزی که به دنبال او هستید را پیدا نکرده اید، گروه ما آماده پاسخگویی به شما توسط چت میباشد که شما در آنجا میتوانید درخواست خود را بنویسید. در migrantlife.bg میتوانید درخواست کمک آنلاین کنید برای کمک حقوقی رایگان. توسط پلتفرم آنلاین ما که به نام کمک بخوا میباشد، پناهندگان و مهاجران میتوانند راهنمایی حقوقی به صورت آنلاین از وکیل متخصص ما در زمینه پناهندگی و مهاجرت در بلغارستان بهره مند شوید. فرم درخواست کمک به 9 زبان موجود میباشد و از قسمت بالای صفحه میتوانید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. فرمت صفحه ما برای استفاده در دستگاه الکترونیکی همچون تلفن همراه و لپتاپ طراحی شده است و فرم آنلاین ما بسیار کوتاه است. پر کردن آن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد. اطمینان حاصل کنید که شماره تلفن و یا ایمیل آدرسی را که برای ما میگذارید صحیح باشد، زیرا ما از این طریق میتوانیم با شما در تماس باشیم. بعد از دریافت درخواست شما، کارمند ما ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهد گرفت از طریق تماس تلفنی مستقیم، واتساپ، تلگرام، ایمیل آدرس و یا وایبر. اگر درخواست کمک خود را در روز تعطیل ثبت کنید، ما با شما در اولین روز کاری تماس خواهیم گرفت و سپس به شما روز و ساعت جلسه مشاوره آنلاین را با وکیل اعلام می‌کنیم که در این جلسه وکیل با جزئیات موضوع شما را بررسی می‌کند و اگر نیازی به حضور مترجم به زبان مادری شما در جلسه باشد، آن را فراهم می‌کنیم. اگر که این جلسه آنلاین برای موضوع شما کافی نباشد و نیاز به مراجعه حضوری باشد، شما را به وکیل مؤسسه دسترسی به حقوق معرفی می‌کنیم جهت مشاوره حضوری و به عهده گرفتن پرونده شما. ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم.